خوارا و برادرای عزیز، سلام علیکم. من باعث زحمتتان شدم. میفهمیم که در مورد ویروس کرونا بسیار مردم گفتنی ها داشتن و گفتن و رفتن و من اکثر از آن را تایید میکنم. دکترها و خوارا و برادرای عزیز ما بسیار تلاش کردن که یک چیزی پیدا کنن، یک دوای پیدا کنن، یک واکسینی پیدا کنن، یک چاره شد که آفت جهانی از بین بره که تمام کره زمین به زور نشانده. به او اساس ما هم در قسمت خود با تاییدی که برادرها رو تایید میکنم که گفتن پوزبند بسته کنین، دستایتان رو بشوین، خدا پاک نگاه کنین، سودای خریداری میکنین باید خوب پاک تمیز بشوین و نوشجان کنین. نپالی از این بسیار زود خدمتان وقتان نگیرم، عرض کنم که من ناچار چون رشته من هوم رمیدی یا طبیب خانواده است، در 40 سال به این طرف من کار میکنم. من هرچی تلاش کردم کدام چیز پیدا کردم نتانستم. یگانه رای که من یافتم که با برگای خداوند شبها حضور کردم، نیاز کردم که خدایا توی بندهایت نجات بده، خدایا تو توبه ما را قبول کن، خدایا تو ما را کمک کن. بالاخره نمیفهم شب بود روز بود، یک قسم نمیرم که الهام به ما آمد، قسم الهام واره یک باز چیزا در فکر ما آمد که من باید تمیده به خورا و برادران بگویم و خودم هم عملی کردم. مثلا ویروس کرونا دو حالت داره، یکی مادی است یکی معنوی. مادی چیزیست که دست میزنیم به چشم میبینیم، معنوی است که معلوم نمیشه، لمس نمیشه. قسمت مادی ویروس کرونا وقتی که گلون درد میشین میبینید که گلون سرخ میگرده، درد پیدا میشه، سرفه میکنید و به این دکتر صاحبا تجویز کردن که نمکاو یا لیمو او غرغره کنید. گپ بد نیست اما کمی نمک تختیش میکنه. آسان ترینش شما بعد از یک وقتی که هر دوستتان خودتان گلون درد میشین یک گلاس شیره داغ میسازید، داغ که نسوزانه گلونتانه، وقتی که شب میکنین به شدت که دمی القومتان در کچوکه کمی شیر بخوره، اما اولا نکنه نسوزانه، اما سردم نباشه که تاثیر نکنه، کمک داغ که اما ویروس جای به جای موجه شیر میکشه و از بین میبره. این قسمت گلون تداوی میشه توسط شیر. سرازی خوب دقت کنید، روز 2-3 مرتبه ایره تکرار کنید. قسمت دومش که قسمت معنویش است که به چشم معلوم نمیشه، او پایین میره به شش میرسه. وقتی که به شش رسید دیگه باز انسان نجات نداره، 100% میکشه، ششا رو بند میسازه، تنفس نمیشه، انسان از بین میره. اینال برازی که من که از طرف خدا برای من یک چیز رسید که شکرانگیش میکنم که ما شما در حالتی که احساس میکنیم یا در حالت جوری که چلو نگرفته یا در حالت مریضی یا دوستای ما را که مریضی گرفته در حالت مثبت هستن یا هوا را تنفس میکنن، هوا را میگیرن پس خارج میکنن. در گرفتن هوا شما میفهمید که اکسیژن تازه را میگیریم، کربن دی اکساید میبره، اما این سر کرونا تاثیر نداره. چه وقت تاثیر میکنه؟ خوب دقت کنین خورا برادران، وقتی که شما هوا را میگیرین میگین لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، یک 10 مرتبه. معنیش میفهمین شما که قسمت از کلمه شریف است میگه که هیچ چیز وجود نداره، یعنی در شش هر چیزی که باشه نابود میشه، هیچ چیز وجود نداره بجز ذات پاک خدا. یعنی میره شما تکرار میکنه که خداوند در وجود ما است، خداوند در هر جای است و در شش ما هیچ موجوده، هیچ ویروس، هیچ میکروب حق نداره که در شش ما باشه باعث مرگ ما شود. و این را چندین مرتبه تکرار میکنین لا اله الا الله، لا اله الا الله. یعنی فوراً در حالتی که جورم هستین امیر 5-6 دفعه تکرار کنین، ببینید در حالت در زندگیتان در رویتان چه خوشی میاد. یعنی خورا برادران هر چیز زودتر عملی کنید تا جایی که دوستتان، خیشتان، قومتان، وطنتان بیگار است
حتی من با باز دوستای امریکایی امروز گفتم که به زبان خود بگوین که هیچ چیز وجود نداره جز خدا، اما خدای خدا بگوین. خدای خود از ما، خدای ما یک خداست. عیسوی که خدایی که پرستش میکنه این خدای ما شماست، دیگه خدا نیست. و میگن که هیچ چیز در وجود ما نیست به جز ذات پاک الله. اینو میره تکرار میکنین و در حالت عادی که اگر ساعت میشینید درود شریفه اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. به خاطر از این که حدیث‌های بسیار قوی و پخته است، تمام علمای دین را 100% میفهمند که حضرت رسول مقبول خاتم النبیین فرموده بود که خداوند هر مرضی که در دنیا برای شما میاره حتما دوایش میاره. این 100% ضمانت شدگی است، گارانتی شدگی است که از زبان شخص پیغمبر خدا شنیده شده که فرمودن که هر مرضی که بیاد او بی دوا نیست، از طرف خداوند دوایش هم است. دیگه من شما رو به خدا میسپارم، مرا همکاری کنین، همین که ویدیو رو به دوستایتان زود روان کنین و خودتان دالت جوری امیر پرکتس کنین. شب و روز هم درود شریفه، هم کلمه لا اله الا الله